سلام دوستان، باز هم خدمتتان رسیدم تا در مورد 3 تا ارز اطلاعات در اختیارتان قرار دهم که شاید برایتان مهم باشد. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. یک لوگو موشن با هم ببینیم و برگردید تا در ادامه در خدمتتان خواهم بود. خوش آمدید دوستان. اول از ارز ENA شروع میکنیم. همینطور که در چارت میبینین، در ویدیوی قبل خدمتتون عرض کردم تو این محدوده گفتم دوستان ارز ENA به شدت واگرایی داره که RSI رنج میزنه و کندل ها به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی نقدینگی از این روند پشتیبانی نمیکنه. اگر توجه میکردین ویدئو رو میدیدین میتونستین یک سود خوبی از این ارز به دست بیارین. وقتی خط روند رو شکست خودتون در روی چارت مشاهده میکنین، میبینین که تا کجا ریزش ادامه داشت. بگذاریم حالا اونی که گذشت. فعلا ارز ENA در محدوده قرار دارد دوستان که هم میتونه برگرده هم میتونه ادامه ریزش داشته باشه. واگرایی خاصی نداره، واگرایی داره ولی زیاد واگرایی خاصی نیست. همینطوری که میبینین بازم کندل ها به سمت پایین و اندیکاتور یک کمی، اندیکاتور RSI منظورمه، رنج نیست، یک کمی رو به بالا هست. اگر از این محدوده برگرده به سمت بالا میتونین پوزیشن لانگش رو بگیرین. اگر هم این محدوده رو شکست زیری همین ناحیه تثبیت داد که با خط روند با خط حمایت مشخص شده، میتونین تا محدوده 34 سنت ریزش داشته باشیم که البته این ریزش ارزشی گرفتن نداره و اگر خط مقاومت پایینی بشکنه ارزش پوزیشن رو داره. بین این دو تا خط حمایت اگر پوزیشن نگیرین دوستان بهتره. در ضمن ENA در محدوده ای هم هستن که احتمال داره میتونه به سمت بالا برگرده و در تایم 1 ساعته همینطوری که میبینین الگوی فالینگ ویج تشکیل داده، یعنی اگر واگراییش عمل کنه و این عنوان الگوی فالینگ ویج هم در نظر بگیریم، این میتونه بازار رو از همین محدوده برگردونه. بریم ارز بعدی رو، ارز فارت کوین که دوستان این ارز رو زیاد سوال میکنن. ارز فارت کوین رو همینطور که مشاهده میکنین دوستان، من خودم لانگش رو گرفته، شورتش رو گرفته بودم. در ویدیوی قبلم خدمتتون گفتم تا این محدوده $1.50 من ریزش رو گرفتم، بعد از اون نگرفتم. این محدوده یک رنج تشکیل داد دوستان و بازم این رنج رو شکست. در موقع شکست این محدوده رنج پای چارت بودم، اما بازار طوری است دوستان که نمیتونی اعتماد بکنی به این شکست ها. من خودم که نگرفتم، دوستانی که گرفتن زیر این خط روند، زیر این خط حمایت، نوشی جونش. و خدمتتون عرض کنم که و در ضمن الان رسیده به قله سمت چپ، میتونه از این محدوده برگرده اگر بیت کوین یک برگشتی داشته باشه. اگر این محدوده رو از دست بدن دوستان، ما در تایم فریم 1 روزه یک کانالی رو داریم روی فارت کوین که این کانال به زیبایی واکنش نشون داده. ببینید دوستان $1.64.90 سقفی بود که من از اونجا پوزیشن شورت رو گرفتم تا $1.50. الان اگر بیت کوین ریزش رو ادامه بدن، اینم میتونه تا خط پایینی کانال ریزش رو ادامه بدن. کانال قشنگ هم هست دوستان، از سمت پایینش که خیلی قشنگه ولی از سمت بالا هم بد نیست، قابل قبوله. و حواستون باشه دوستان دیگه، اگر یک وقتی این خط پایینی کانال را شکست دوستان، اون فرصت رو از دست ندهید. همینطور که میبینین خیلی حرکتی به سمت بالا داشته دوستان. میبینید از منطقه 19 سنت
این کانال شروع شده الان تا الان روی $1.37 هست تا $1.64 رفته. یعنی یک زمانی اگر این کانال رو بیشکنه نصف این ریزش رو هم به ما بدن، پوزیشنی فوق العاده ای هست دوستان. این ارز رو تو واچ لیستتون قرار بدین، امیدوارم که بتونین ازش استفاده بکنید. ارز آخر دوستان ارز سونیک هست که اونم تو محدوده خوبی هست. یک شکستی زیر این خط داده، البته نمیشه زیاد به این شکست ها اعتماد کرد. اول از هم تایم فریم 1 ساعته شروع کنیم دوستان. من از این محدوده‌ای که الان روی چارتم میبینین یک لانگ داشتم تا نزدیک قله، اونجا خروج زدم، سود خوبی هم ازش گرفتم، ولی برگشتشو من نگرفتم دوستان، چون همیشه پای چارت نیستم. موقعی که بیکار باشم چارت رو نگاه میکنم، دیگه موقع نیستم. این محدوده بالایی رو که شکست، محدوده حدودی 49 سنت رو میتونستین پوزیشن شورتشو بگیرین. تو ویدیوهای قبل من توضیح داده بودم، دوستانی که ویدیو رو کامل نگاه میکنن میتونن این فرصت ها رو بگیرن از بازار. الانم یک محدوده خوبی قرار داره، اینم همینطور که میبینین روی چارت دوستان. بریم تا این فیلم یک روزه. بله دوستان، همینطور که مشاهده میکنین الان این محدوده رو یک شکستی داده، ولی تثبیت نداده هنوز زیری این حمایتش. اگر تثبیت بدن بازار نزولی باشه، حتی احتمال ریزش تا منطقه 38-39 سنت وجود داره دوستان. در صورت برگشت میتونین لانگش رو بگیرین، ولی ریزش سنگینی داشته دوستان. میبینین که در محدوده 48 سنت یک FVG گنده ای داره، اونم در تایم یک روزه. ارز سونیک فعلا ریزشی هست دوستان. همینطور که روی چارت میبینین دوستان، محدوده هایی که من خودم ترید میکنم، ارزهایی رو که خودم ترید میکنم، همین رو برای شما ویدیو میگیرم. خودم از این بازار دارم پول در میارم، البته نه پولی که باهاش کارهای بزرگ بشه کرد، مثل دوران آموزشی هست دوستان. همه ما و شما میدونیم که در این روزها یک درآمد کوچیک دلاری هم داشته باشیم بد نیست. تو شرایط امروزی، تو امکانات امروزی بد نیست که دوستان پیگیری بکنن، بتونن از این بازار یک سودی به جیب بزنن. امیدوارم که جیب هاتون پر از پول باشه دوستان. موفق و سربلند باشید. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدارتون.